امروز امکان داریم توسط نمایش باز با یک گوشه زیبا منظره کشورمون شناس شویم. هر نفری به شهر دوشنبه اولین مرتبه مهمان می شود، حتما می خواهد میدان دوستی پایتخت را که آنجا مجسمه اساسگذار دولت سامانیان اسماعیل سامانی قامت افروخته است تماشا کند و البته رسمی خودروی گیرد. این مکان یکی از زیباترین گوشه های پایتختی کشور است. اگر به تاریخ نظر افکنیم، میدان مرکزی دوشنبه سالهای 30 عصر 20 بنیاد شد و آن به نام لنین گذاشته شد. همین طور انشاءات دیگری اطراف آن نیز ساخته شدند. در آن اول پیکره لنین، سپس با مرور زمان مجسمه ابوالقاسم فردوسی قامت افروختند. با افتخار 1100 سالگی دولت سامانیان سال 1999 در میدان مجسمه اسماعیل سامانی بنیاد گردید. این مجسمه بهترین مکان و رمز شهر دوشنبه گردید. بلندی پای آن 13 متر و بلندی خودی مجموعه 43 متر می باشد. تاج طلاگین بالای مجموعه با آن حسن دیگری می بخشد و دو شیر دو پهلوی مجسمه اسماعیل سامانی شهامت آن را بالا می برد. در زیر مجسمه آثارخانه و در پس آن خریطه دولت سامانیان ساخته شده است. قطار فواره‌های رنگارنگ، گل‌های و درختان زیبای آرایشی که تا میدان نشان دولتی قد کشیدند، حسن مکان را دوچند می‌کنند. رمز نشان دولتی با افتخار 20 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده بود. از این مکان باغ استاد رودکی با پیکرش و پرچم بلند 165 متری دولتی خوب نمایان است که در مجموع منظره زیبای و ناتکراری را تشکیل می‌دهد. عموماً میدان دوستی مکانی از همه زیبای پایتخت کشور به حساب رفته، خصوصاً تماشای شامگاهی آن به هر سیاح تأثیرات رنگین می‌بخشد.